سلام بچه، توی این ویدیو قراره بریم توی چت ناشناس و فقط با وایس چت ببینیم میتونیم مخ یکی رو بزنیم یا نه. پس با ما همراه باش. خانوم ال از تهران، سلام، خوب هستید؟ بله، به خوبی شما این روزایی که اینقدر تکراری شده رو پشت سر هم میگذرونیم. الو، تق تق، هنوز اونجایید؟ آخه فکر کنم بلوتوث قلبمون دیسکانکت شده. چندش؟ دوست داشتم این کارو، ولی متاسفانه من یک آرزوی دیگه ای رو دنبالش رفتم که هیچ وقت بهش نرسیدم. این گوشای شماه که این صدا رو خوب میشنوه. نمیدونم کیو میگید، ولی نه، من ایلامی نیستم. من زاهدان به دنیا اومدم و مشهد زندگی میکنم. بله دیگه، اون تصادف لعنتی همه چیز عوض کرد. مرسی. من یک موتور هوندا داشتم، هر روز با هم میرفتیم میگشتیم این ور و اون ور. حتی اگه میپرسیدین محمد کجاست نمیتونم پیداش کنم، میگفتن که داره با موتورش حتما این ورا دور میزنه. آرزو داشتم توی مسابقات ردبول در حاشیه رود میسیسیپی شرکت کنم و اون جام طلایی رو ببرم بالای سرم، ولی یک سهل انکاری کوچیک همه چیز عوض کرد. الان دیگه کج میشینم چون که به اعصابم فشار نیاد. دقیقا الان جست پدرها رو دارم که دارن مسابقه والیبال میبینن و یه گوشه لم دادن تخمه میشکنن. انگار من همیشه باید اون حالتی باشم که به اعصاب تحتانیم فشار نیاد. مرسی، خیلی شخصیتت مهربونه، باعث میشی باور کنم توی این جهان هنوز قشنگیایی هست و مطمئنا تو یکی از همونایی. آخه دروغ چرا؟ شوق داشتن آدمایی مثل تو باعث میشه که بخوام با دست گل اطلسی برم سراغ خدا. میدونی حسشو بخوام توصیف کنم مثل حسیه که غذا به گرسنه، شعر به شاعر و آب به کویر میده. اشکال نداره، اصلا خودتو عصبانی نکن، فدای سرت. اصلا میخوای یه وایس از خودت بده، جیک جیک بکن و منو از این زمین ببر روی عرش آسمون. آخه دوچارت شدم، بیا و چارم باش. گفتی وایس بدم، من صدای زیاد جالبی ندارم. ای جان، دل بر جان، کی گفته این حرفو که صدات قشنگ نیست؟ بگو بهم تا با پشت دستم آدمش کنم. پس بذار به تو اون دوست پسر سابقت بگم که اگه قراره همچین صدایی پسرونه باشه، من حاضرم هم جنس باز بشم. کی گفت؟ اون که سهله، تا تو خود تهرانم 4 دست و پا میام. الان بهتون پیام میدم، پس بزن بریم. من حاضرم هم جنس باز بشم. ببخشینو